شاعر میگوید هیل نماز چنان عبادت هست که با پروردگار صاحب خودش را قریب میکند و چنان عبادت هست که پیغمبرها را مونسشان، شریکشان، رفیق و برادرشان در شبهای تار نماز بود. پیغمبر ما و شما شب که میشد حضرت طهارت میکردند، جای نماز هم میپرتافتند تا روز نماز میخواندند، تا روز نماز میخواندند. عایشه صدیقه که زن رسول اکرم بودند، حال پیغمبر را که میدیدند بی نهایت غمگین میشدند. میگفتند ای پیغمبری خدا، پنجه های مبارک برم کرد، زانه های مبارک مثل زانوی اشتر شد. شما چنان حبیب خدا هستید که اول آخری گناه تو را خدا بخشیده است. اینقدر نماز، اینقدر نماز. خوشخبر برای همه شما. авиакасияи ҷамшед барои шумо имконияти калон медиҳад. куҷое ки сафар кардани ҳастед, шумо метавонед ки аз хона набаромада бо тариқи телефон билетҳои арзонро харидорӣ намоед ва инчунин аз номи шабакаи ҳоҷи мирзо гап занед, барои шумо тахфиф карда мешавад. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. барои шумо сафари хуб хоҳонем. дорухонаи шифофармо дороҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. самюн ван барои шахсоне ки хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. м плюс эпимедиум барои боқувват шудан, хуб кардани гардиши хун, барои тӯлонӣ кардани ҳамхобагӣ. мас пигменто барои касалиҳои псориаз ва сафедшавии пӯст. биндокс барои резонидани кремҳои меъда ва рӯда. миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар. крем фрейнк барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. масла хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. фат зорб барои кам кардани вазни зиёдатӣ. ассалому алайкум дӯстони азиз. оё шумо барои гузаштан аз сарҳад душворӣ мекашед? муҳлати ҳуҷҷатҳоятон ба охир расидааст. пас ман барои шумо хизматрасонии ширкати нурмуҳаммадро пешниҳод мекунам. бо мошинҳои наву замонавӣ, бо боварию эътимоди комил, тавассути ронандагони марду зан, шуморо аз манзили истиқоматиятон то хати сарҳад бурда барои убури марз мусоидат менамоянд. ёдовар мешавем ки агар шумо аз номи шабакаи ҳоҷи мирзо муроҷиат намоед, бароятон тахфиф ироа карда мешавад. рақамҳо барои тамос: ҷамъ 7 926 319 59 61. پیغمبر ما و شما شب که میشد حضرت طهارت میکردند، جای نماز هم میپرتافتند تا روز نماز میخواندند، تا روز نماز میخواندند. عایشه صدیقه که زن رسول اکرم بودند، حال پیغمبر را که میدیدند بی نهایت غمگین میشدند. میگفتند ای پیغمبری خدا، پنجه های مبارک برم کرد، زانه های مبارک مثل زانوی اشتر شد. شما چنان حبیب خدا هستید که اول آخری گناه تو را خدا بخشیده است. اینقدر نماز، اینقدر نماز. رسول اکرم گفتند افلا اکون عبدا شکورا یا عایشه. ای عایشه، آیا من بنده شکرگزار پروردگار نباشم؟ پیغمبر ما و شما را مونسش، رفیقش در شب نماز بود. امروز رفیق ما و شما، مونس ما و شما، برادر ما و شما در شب نماز نیست. ما و شما تا 11 تا 12 تا 1 شب به همان برنامه‌های نادرستی که در قانون انسان وجود دارد چشمها کشاد، فقط نگاه به سوی همون است. حتی در جایگاه خواب ما و شما با طهارت خواب نمیکنیم، نماز یک جانب، تا که آسیب جین و دیگر مخلوقها به ما و شما نرسد.
امروز مونیسی شب ما و شما شب نشینی هایی که تا 11 و 12 شب و در نزد ما از حرام کرده های خداست، همین مونیسی ما و شما شده است. امروز ما وقت یابیم بازار میریم، وقت یابیم در کوچه می نشینیم، لیکن بر نماز ذوق نداریم. مونیسی ما و شما، یاردمچی ما و شما باید هر زمان نماز باشد. نماز از یک جانب اگر رضاگی پروردگار و خوشنودی خدا باشد، حضرت حذیفه میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حضبه امر فضع الى الصلاه ان احدكم اذا صلى يناجي ربه. این بخاری روایت میکنه. حذیفه میگوید وقتی پیغمبر خدا را میدیدیم که یک مشکلات بالاش می آمد، یک درد بالاش می آمد، در حال میگوید در نماز چیکار میکرد؟ شروع میکرد. در حال همون حاجت همون مشکلات از نماز میجوست، با واسطه نماز از همون حادثه خودش را خلاص میکرد. شما هم میتوانید تمام مشکلاتی که دارین اگر نزد شما آمد در حال جای نماز پرتاین، از پروردگار زاره و تولا کنین، آن مشکلات شما را خداوند با احترام این نماز، با حرمت این نماز از شما دور میسازد. این حدیث پیغمبری ما و شماست. میگوید در شهر کوفه یک تاجر بود، بسیار تاجری صادق بود، بسیار تاجری صادق بود و تمام مردم مال و ملک در دست وی میدادند که وی بسیار امانت خوب نگاه میکنه. باری میگوید این تاجر اراده سفر کردند و در راه میگوید یک مرد پیش راهی او را گرفت و گفت میخواهم که در همین اسب تو همراه تو یک جا سوار شوم و این یک تنگه را برای رهپولی مرحمت به تو تسلیم میکنم و من هم به همون منزلی که شما میروید همونجا میروم، مرا نمیبری. این مرد خدا ترس در حال وی هم در اسب سوار کرد. آمدن به یک بیش هزار میگه رسیدن و این مرد از عقب نشسته گفت این راهی که تو رفته ایستاده راهی دراز است، اگر به این جانبی که من به تو اشاره دارم به این جانب اگر میانه بر میگویم ما و شما، اگر با این جانب رویم باز راه کوتاه‌تر میشود. این تاجر گفتن من به این جانب راه را ندیدم، گفتن من تو را راهنمایی میکنم. این حضرت میگوید اسب را همون جانب گردانی. میگوید در یک جای رسیدیم که علفهای بلند داشت و نگاه کردم که استخوان‌های زیادی آدمیزاد در اونجا پرتافته شده است و این مرد میگوید در حال مرا از بالای اسب تیله کرد، در زمین زدم و کارد خود کشید و گفت الحال من تو را هلاک میکنم و آن مال و ملکی که در دست خود داری اونها را همه را برای خود ذخیره میکنم. این مرد گفتن مادام نیت تو این ناپاک این باشد اجازت نمیدهی که من 2 رکعت نماز خوانم و پروردگار خود راز گویم، بعد او میلش من راضی هستم. این ظالم گفتن امین استخوان‌هایی که در پهلو میبینی همه اینها هم مثل تو گفت آرزو داشتن، آرزو کردن و از من طلب کردن که 2 رکعت نماز خوانی. من به آنها اجازت دادم لکن نماز به آنها دستگیرم نشد. این حضرت که از تحت دل نماز میخواند، نماز ریایی نداشت، نماز برای مردم نشان دادن نداشت، نماز صدقاً بود. گفتن میلش، گفتن هر چی باد آباد من 2 رکعت نماز خوانم. گفتن خواندن بگیر. این حضرت میگه جای نماز پرتافتن، شروع کردن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سوره فاتحه را تا آخر خواندن. مادامی که خوف این ظالم در دل او غلبه کرده بود دیگر زمی سوره یادش نمی آمد، نمی دانست کدام سوره را بخواند.
هر چی فکر میکرد در یادش سوره نمی آمد. در حال میگه در زبانش سوره دور گشت از سوره نحل. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این آیت میگه در زبان این تاجر در حرکت در آمد که معنای اینه. مفسرای قرآن میگوید این است که کیست آن ذاتی که بنده که در مشکلات افتیده باشد او را دستگیر شود و بدیها را از این بنده دور سازد. کیست همچنان ذات؟ این ذات کی است؟ این ذات همون ذات یک و یگانه هست. وقتی میگوید خان نماز و سلام داد، نگاه کرد که یک اسب یک سواره دارد و چنان با یک صورت تیز بالای این ظالم میگد هجوم کرد و این ظالم میگد سری او را از بدنش جدا کرد. و این تاجر گفتن، ای دوستی خدا، گفتن بسیار موافق آمدی و در وقت ضرورت آمدی. تو کی هستی؟ گفتن من خادمی اما یجیب المضطر هستم. من خادم همون ذاتی هستم که تو به سوی درگاه او فریاد زدی. اون ذات مرا روان کرد تا که تو را از این دست ظالم نجات دهم. رسول اکرم نماز که می‌خواندند در نماز یاردم از جانب پروردگار طلب می‌کردند. از این خاطر این نماز ما و شما از یک جانب اگر خوشنودی خداوند باشد، از جانب دیگر همه حادثه ها را رفع می‌سازد، همه مشکلات را دور می‌سازد. اگر شما صدقاً در بالای جای نماز از خدای خود زاره و تولا کنید، خدای شما فریاد شما را میشنود، خدای شما حاجت شما را میبرارد. خداوند خود میگوید من چنان به شما نزدیک هستم که حتی از همین رگ خونگرد گردن شما هم دیدم. از این رگ به شما نزدیکتر هستم و صدای شما را میشنوم و حالت شما را میبینم. آیتی که تلاوت کردیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون، سوره مؤمنون است. آیه های 9 تا 11 او هست. میگوید خداوند آن کسانی که 5 وقت نماز را خواندند، چی زن باشد، چی مرد باشد، چی موی سفید باشد، چی کمپیر باشد، چی جوان باشد، 5 وقت نماز وقتی که میخواند، اولئک هم الوارثون، خدا میگوید اینها میراث برنده هستند. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند اینها میراث میبرند. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. چی میراث میبرند؟ اگر پدر ما و شما از دنیا گذرد، ما فرزندهای او مال او را میراث میبریم. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند چی میراث میبرند؟ خدا گفت که اینها فردوس را میراث میبرند، فردوس را میراث میبرند و در همین فردوس هم فیها خالدون، مخلد در اینجا میلیون ها سال راحت فردوس میبینند. کسی که 5 وقت نماز ادا میکنه. رسول اکرم میگوید اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. هر وقتایی که شما میخواهید که در جنت وارد شوید، از جنت فقط فردوس طلب کنید. فإنه اعلى الجنة و اوسط الجنة، زیرا فردوس در بین جنت جایگیر است و بالای جنت فردوس واقع است. منه تفجر الانهار. رسول اکرم گفت فردوس صفتش این است که تمام آبها، چشمه ها از همین فردوس جوش میزند، بیرون میشود و در تمام اطراف جنت دور میگردند. مرکز اساسی فردوس است.
و فوق عرش الرحمن و فوقه عرش الرحمن، بالای فردوس رسول اکرم گفت عرش پروردگار میسته. شما وقتی که جنت طلب میکنید فردوس طلب کنید. فردوس کیها میراث میبردند؟ کسانی که 5 وقت نماز دارند، 5 وقت نماز میخوانند، صدق از برای خدا میخوانند. عن ابی مسلم تغلبی قال، ابی مسلم تغلبی روایت میکند که دخلت علی ابی امامه و هو فی المسجد، من روز نزد ابی امامه رفتم که وی در مسجد نشسته بود. فقلت یا ابی امامه حدثني منك انك سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من گفت از نام تو یک حدیث شنیدم ای ابی امامه که از نام تو روایت کردن که گویا که پیغمبر خدا گفته باشد. چی گفته باشد؟ من توضأ فاسبغ الوضوء غسل یدیه و وجهه و مسح علی رأسه. شنیدم که شما ای ابی امامه گفته بوده این که از پیغمبر خدا شنیدم کسی که طهارت میکند، کسی طهارت میکند و در بهترین صورت طهارت میکند، طهارت سراسیمنی، طهارتی که در هر یک شستن اعضا بسم الله الرحمن الرحیم گفته، هر یک موضع را از آب تر میکند. بعد از آن رسول اکرم گفتند بعد این روی خود میشوید، پایهای خود میشوید، بالای سر خود محض میکشد. ثم قام الى الصلاة المفروضه، بعد از آن آمده در نماز فرض قائم میشود. غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت الیه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. پیغمبر خدا گفتند همان روز چی گناهی که پاها کرده باشد، چی گناهی که دستها کرده باشد، چی گناهی که چشمها کرده باشد، چی گناهی که گوشها کرده باشد، خداوند با این 5 وقت نمازی که وی خوانده است همگی را مغفرت میکند، همگی را مغفرت میکند. فقال والله سمعته مرارا من النبی. این ابی امامه گفتند ای ابو مسلم گفتند به خدا قسم این حدیث من 1 بار نه بلکه 10 بار از زبان پیغمبر شنیدم که می گفتند که هر کسی 5 وقت نماز ادا کند این مکافات ها در خداوند وی نائل میگرداند. این از اهمیت نماز، این از فضیلت نماز برای هر کدام ما و شما. رسول اکرم میگوید من حافظ علیها كانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامت. کدام زن و مردی که 5 وقت نماز محافظت میکند، 5 وقت نماز میخواند، تنبلی نمیکند، کار دنیا پیش وی نمیگیرد، بیماری پیش وی نمیگیرد، لباسهای بی نماز دارم گفته پیش وی نمیگیرد، 5 وقت نماز اگر کسی ادا میکند وی در روز قیامت نجات دارد از عذاب خداوند و برای خود دیپلم دارد، برای خود دیپلم دارد. چگونه که ما و شما در دست یک دیپلم میگیریم، یک حجت میگیریم و در هر کارخانه‌ای که میرویم و نگاه میکنن که در اصل ما خواندگی هستیم و ما را در همون کارخانه قبول میکنن،
این نمازها برای ما و شما انا همان دیپلم می شود، انا همان حجت می شود. در دست ما می دهند، این کلید بهشت می شود. این ما و شما نشان می دهیم، ملائکه ها ما و شما را می گویند داخل شوین در جنت. اگر همین اجازت نامه در دست ما و شما دادن نشود، ما و شما وارد جنت نمی شویم. کسی 5 وقت نماز دارد، تصور کند که خدا باید چی داد؟ اجازت نامه ورود جنت داد. لیکن در دوام حدیث گوش می اندازیم و من لم یحافظ علیها، لیکن کدام بدبخت و ناشکری که 5 وقت نماز نمی خواند، 5 وقت نماز در سستی دارد، در 5 وقت نماز بی پروا است، لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا و کان یوم القیامت مع فرعون و هامان و ابی ابن خلف. چه وعیدی سخت است، چه ارزنده هستند این طایفه بی نماز. رسول اکرم گفت کسی که 5 وقت نماز نخواند، این نعمت پروردگار در کفران کرد، ناشکری کرد، اینها در روز قیامت نجات ندارند، اینها در روز قیامت اجازت نامه ندارند، بلکه اینها چیکار میکنند؟ اینها روز قیامت پدرشان واریثشان فرعون است. فرعون فقال این ربکم الاعلا، این بدبخت گفته بود من خدا هستم. بی نمازها همراه فرعون هستند. هامان گفته کی را میگویند؟ وزیر این بدبخت، وزیر فرعون هامان بود. کسانی بی نماز همراه هامان هستند و کسانی بدبخت بی نماز همراه ابی ابن خلف هستند، دشمن سرسخت‌ترین پیغمبر ما و شما. کسانی بی نماز در بعض روایت قارون هم آمده است. آدمای بی نماز همراه قارون هستند. من میخواهم که شمس الدین ذهبی را همراه بعضی از مفسرین، چرا پیغمبر خدا فرعون گفت، چرا پیغمبر خدا هامان گفت، چرا پیغمبر خدا قارون گفت، چرا پیغمبر خدا ابی ابن خلف گفت، چرا گفت؟ این عبرت است. میگوید اگر کدام پادشاهی که نماز نمیخواند وای همراه فرعون است، زیرا فرعون چی نگذاشت که نماز بخواند؟ سلطنت، پادشاهی نگذاشتش که وای نماز خواند. هر پادشاهی که در دنیا نماز نمیخواند وای همراه فرعون است، گفت شمس الدین ذهبی و دیگر مفسرای قرآن. و کسی که برای چی هامان ذکر شد؟ هامان وزیر بود. کدام وزیری که نماز نمیخواند وزیری او سبب می شود و وای بی نماز از دنیا میگذرد، وای همراه هامان است. قارون چرا ذکر شد؟ وای ثروتمند بود، وای بی نهایت میلیاردر بود، وای در همون بانک های شویتزاریا بگیم پول داشت، مال داشت. وای برای چی ذکر کرد پیغمبر؟ برای آن که کدام انسانی که میلیاردر است، کسانی که ثروتمند و دولتدار هستند و همین ثروت و دولتشان مانع شد و اونها را نگذاشت که نماز خوانند، وای همراه قارون است. ابی ابن خلف چرا ذکر شد؟ این بدبختی ناکس، این خدازده در دوره های پیغمبر خدا روپروی پیغمبر آمدن و گفتن ای محمد، گفتن صلی الله علیه وسلم، من گفتن یک اسب را تربیه دارم، یک اسب را فربه کرده ایستاده هم. برای چی؟ گفت محمد. گفت برای هلاک تو ای محمد. من بالای این اسب سوار میشوم، هجوم بالای تو میکنم ای محمد و تو را نابود میکنم. این اسب در خانه بهر این من تربیه دارم. این کس نمیداند که محمد بی صاحب نبود. این بدبخت نمیدانست که محمد چنان پشتیبانی داشت که دنیا را در یک میجه زدن نابود میکرد. محمد این گونه صاحب داشت. مدعی خواست، سعدی میگوید
مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. مدعی میخواهد، امریکا میخواهد، انگلیا میخواهد، ژاپن میخواهد که مسلمان ریشه کن کنه، لیکن مسلمان صاحب دارد، خدا دارد، خدا پشتیبانش میشود. انشاءالله اینا ریشه کن میشوند، اینا هیچ وقت غالب بالای ما و شما نمیآیند. وقتی که خدا خود میگه ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، همه شما بی پروا باشین. ای امت تاجیکستان، ای مردم تمام مسلمان بی پروا باشین که من خود قرآن فراوردم، من خود قرآن روان کردم، من محافظه قرآن هستم. اینا کسی تا قیامت نابود کردن نمیتونه، کسی نمیتونه. محمد اقبال میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. محمد اقبال خدا رحمت کرد، من اون زیارت کردم. میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. برای چی ما بی پروا هستیم؟ برای چی بی پروا هستیم؟ از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. ما استوار به همین آیتیم، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون. ما استوار به همین آیت هستیم که خدا خود وعده میکند که ما پشتیبان مسلمان هستیم، ما پشتیبان قرآن هستیم، ما تکیه به همین آیت داریم. از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. تا خدا ایطفی او فرموده است، از فسودن این چراغ آسوده است. خدا میگوید تا وقتی که من خود این چراغ پوف نکنم، این چراغ تا زمانی که من خود خاموش نکنم، اینا هیچ کس خاموش کردن نمیتونه. این چراغی هست که هر روز چراغ احمدی را حق بافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. کسی را پوف میکند و خود میسوزد. هیچگاه قرآن نمیسوزد، اسلام نمیسوزد، اسلام شکست نمیخورد. این ابیه ابن خلف فکر کرد که من این اسب تربیه کرده ام قطعی محمد را هلاک میکنم. چی میداند که از دست محمد او هلاک میشود؟